این مردم تا زمانی که نگیم مردن و دست از سرم برداری دست از سر برده میدارن. من نیومدم تو این دنیا مردم رو راضی کنم. به من چه؟ مردم نه از خداشون راضیان، نه از خودشون راضیان، نه از پیغمبرشون راضیان، نه از زندگیشون راضیان، نه از پدر مادرشون راضیان، نه از بچه‌شون راضیان. من برم مردم رو راضی کنم، میخوان راضی بشم میخوان نشم. همیشه هم گفتم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. هیچ بزرگتری احترام نداره مگر بزرگیشو حفظ کنه. ببین عزیز، اینم از اون بدبختی‌های ملت. من به پسرم میگم این کارو بکن، کسی نمیتونه بگه به پدرت بهش احترام بذار. احترام میذاری، به سلام حالتون شما حرف بزنم، ولی من چون پدرم باید به پسرم میگم کار بد بکن، کار غلط بکن، کار اشتباه بکن، و پسر من چون احترام من لازمه کار بد غلط اشتباه رو بکنه. این مزخرفات چیه؟ بزرگتر یعنی چی؟ بزرگتر وقتی است که بزرگی کنی، بزرگتر کسی است که بزرگواری کنی. چرا پدر خوبه؟ چرا مادر خوبه؟ چرا خاله خوبه؟ برای که محبت میکنه، مهربونی میکنه، رنج انسان رو از بین میبره، نیاز انسان رو برآورده میکنه. وقتی که این آدم به انسان رنج میده، درد میده، من باید برم سراغش. هر کی میگه ابلهه، هر کی میگه نادانه، یعنی چی؟ بزرگتر یعنی چی؟ یعنی بزرگتری کسی است که ظلم کنه، زور بگه، آزار بده، رنج بده، تازه ما بدبخت گناهکاریم. من چون پام آوردم گذاشتم زیر پای تو، پای منو له کردی، من باید معذرت بخوام از اینکه ته کفش شما واکسی شده. چی میگه عزیز که دیگران میگن بی خود میکنن؟ این دیگران فهم ندارن، شعور ندارن. بزرگتری یعنی چی؟ بزرگتری به بزرگواریه. چرا پدر خوبه؟ چرا مادر خوبه؟ برای که مهربونه. چرا؟ برای که مواظب و مراقبه. اگر مادر من، پدر من مهربون نباشه، ظالم باشه، بد باشه، هنوز احترامش واجب است؟ احترام کدوم احترام؟ تموم شده دوران این بحث عزیز. جو ایران یعنی چی؟ این چیزی که بیماری و گرفتاریه برای چی؟ 90% آدم‌ها باور به کتاب آسمانی دارن که حتی یک بار نخوندن و معتقدن همه چیزای خوب دنیا توشه که اصلا نمیدونن چیه، و معتقدن هیچ چیز بدی نداره که اصلا نمیدونن بد چیه. اصلا کاری به این کارا ندارن. بنابراین اون چیزی که بعداً علم و عقل و واقعیت به من شما میگه حرفی است که ارسطو زده. زندگی که یک بار زیر سوال نره ارزش زیستن نداره. معناش اینه که همه چیز باید بره زیر سوال. و در اینجاست که من و شما رو از مسئله باور و اعتقاد میرسونه به آرمان خواهی. یعنی به جای یه ایدئولوژی من شما رو میبره به یه ایدئال. تفاوتش چیه؟ من به شما یه مرغ میدم و میگم لطفاً برای شام امشب حاضر کنید. شما دو جور اون رو حاضر میکنید. یک، شما میاد این مرغ رو میبرید، هرچی اضافه از پر و بالش رو میکنید، نوکش رو میکنید، یعنی همه چیزایی که فکر کنید بده، آنچه که توی شکمش هست رو در میارید. یه مرغی رو شما میگذارید و میپزه که به نظر شما همه چیزش خوبه. تازه وقتی نشستیم بخوریم، استخوناش حتی برخی از اوقات یه پره‌های کوچک میلیمتری هم نیست که دوست ندارید تو جدا میکنید. یعنی از یه مرغ فرض کنید 4 پوندی، شما 2.5 پوند رو خوردید، 1.5 پوند رو دور ریختید و ادعاتون اینه که هر چه که از این مرغ من خوردم همه خوب بوده. 1 گرم آنچه که بده رو نداشته. دانش و اندیشه من و شما باید این چنین باشه، نه اینکه مرغو به ما بدند، ما بریم مرغو برداریم همینجوری نپخته همینجوری بخوریم، بعدم دلمون خوش باشه که چیزای خوبم توش هست. یعنی اسم این ایدئولوژیه. و متاسفانه جهان ما به وسیله ایدئولوژها و کسانی که ایدئولوژی دارن اداره میشه. یعنی یه مجموعه است که خودشون قبول دارن، عیب داره، ایراد داره. بنابراین وقتی بهشون میگید چرا این حرف این گونه زده شده یا آن گونه، آخه این مال 100 سال قبل، 500 سال قبل، موقع مردم اینجوری بودن، اون دیگه اینجوری کردن. خب به من چه پس؟ یه روزی کسی مریضی داشته که بهش یه دوایی دادن که اتفاقا هم کار نکرده. حالا من یه مریضی دیگه دارم، من برای چی باید اون دوا رو مصرف کنم؟ اما شما اینا نمیتونید به مردم این رو بقبولید. بنابراین روزی که شما بگید من یه آرمان خواهم، یعنی کی؟ یعنی کسی هستم که تمام باورها و اعتقاداتم رو با بیرحمی زیر سوال بردم. اگر به من بگن 10 جا سخنرانی
یه جاش علیه اعتقادات تو، 9 جاش به نفع تو، من میرم اونی که علیه منه، برای که میخوام اینم حرف آخر نظریه مختلف و متفاوت چیه. اگر من یک جلد کتاب دینی خودم رو خوندم، هر چی کتاب علیه دین خودم هست رو باید خونده باشم تا مطمئن باشم تمام اعتراضاتی که متوجه اون است کجاست. نه اینکه من فقط بال خودم رو خوندم و دلم باش خوشه، تازه همونطور که عرض کردم غالب با همون رو هم نخوندیم.